به نام خدا. مطلبی که خدمتون ارائه میشه تحت عنوان تزریقاته. اینجکشن یک روش اینویزیو ارائه داروست که به شکل‌های متفاوت اینترادرمال با ابریویشن آیدی، سابکوتانوس SC، اینتراماسکولار IM، اینتراونوس IV انجام میگیره. هر کدوم از روش‌های تزریق نیازمند مهارت خاصه تا از دریافت مناسب و کافی دارو در محل صحیح اطمینان حاصل بشه. تأثیر هر کدوم از روش‌های تزریق بستگی به سرعت جذب دارو داره. مثلا روش اینترادرمال حداقل عروق خونی رو داره. عروق خونی بسیار ناچیزه، پس حداقل سرعت جذب رو در این ناحیه داریم. برای انجام تست‌های حساسیتی مورد استفاده قرار میگیره. بعد از اون ما روش SC یا سابکوتانوس رو داریم که عروق خونی کمی داره، سرعت جذب کمتر نسبت به اینتراماسکولاره و برای موارد تزریق داروهای لانگ اکتینی مثل انسولین، هپارین، واکسن‌ها مثل سرخک و MMR مورد استفاده قرار میگیرن. روش اینتراماسکولار چون عروق خونی در عضله فراوونه، سرعت جذب بالاتر از دو مورد قبلیه و برای در حقیقت تاثیر سیستمیک انواع داروهای مثل مسکن‌ها، آنتیبیوتیک‌ها، ویتامین‌ها، هورمون‌های استروئیدی و غیر استروئیدی مورد استفاده قرار میگیره. امنیت و راحتی بیمار بستگی به دانش و مهارت شما داره. مجری میبایستی ضمن اینکه اصول استریل رو مد نظر قرار میده، به بررسی فیزیکی بیمار، دونستن اطلاعاتی از تاریخچه طبی، حساسیت، رژیم غذایی بیمار در برنامه‌ریزی و اجرای صحیح تزریق توجه بکنه. قبل از اقدام به تزریق میبایستی در زمینه نوع دارو، دسته‌بندی دارو، عملکرد، عوارض، دوز صحیح، مداخلات و مراقبت‌های خاص ویژه اون دارو اطلاعاتی داشته باشیم و بعد اقدام به جمع‌آوری دارو بکنیم. برای جلوگیری از هر گونه اشتباه قبل از هر تزریقی باید به 5 مورد صحیح توجه بکنیم: داروی صحیح، دوز صحیح، راه مصرف صحیح، زمان مصرف صحیح و مددجوی صحیح. هرگز دارویی که خودتون آماده نکرده اید به بیمار تزریق نکنید. وسایل مورد نیازمون دارو هستش، سرنگ و سرسوزن و پنبه آغشته به الکل 70 درجه ایزوپروپانولول و رسیور و دستکش یک بار مصرف اختیاریه. برای آماده سازی دارو اجازه بدید ابتدا سرنگ رو خدمتتون معرفی کنم. سرنگ از یک قسمت پهن بشکه مانند به اسم برل تشکیل شده که برای نگهداری داروه، پیستون که برای کشیدن و آسپیره کردن دارو و تزریق دارو هستش، گردن یا تیپ سرنگ که صرف نظر از هر سایز و هر حجم این سرنگ داشته باشه، همه این سرنگ ها گردنشون یا تیپشون سایز یکسان داره و با همه سرسوزن ها با هر سایزی فیت میشن. سرنگ ها بر اساس واحد یو، سانتی متر مکعب، CC و میلی لیتر تقسیم بندی میشن. از حجم‌های 1 CC که به 100 واحد تقسیم شده 2، 2.5، 5، 10 و بیشتر مورد استفاده هستند. سرنگ‌های 1 CC که به 100 واحد تقسیم شده تحت عنوان سرنگ انسولینه. پس ساب یونیتش، اجازه بدید من این نکته رو خدمتتون عرض کنم. هر وسیله استریل یک جایی برای باز کردن داره. از همون جایی که برامون در نظر گرفتن باز میکنیم. سرنگ رو اگر چنانچه روی سرسوزن سوار نیست، داخل پوشش روی سرسوزن سوار میکنیم. 1-2 بار حرکت میدیم برای نرم و روون شدن. دستمون جز انتهای پیستون و سطح خارجی بدن سرنگ با جای دیگه تماس نداره. هرگز دستمون رو به قسمتی از پیستون که میره داخل استوانه در حقیقت سرنگ تماس حاصل نمیدیم.
سرنگ 1 cc که به 100 واحد تقسیم شده. سرنگ های 2 cc سرنگ انسولین هستش برای تجویز انسولین. سرنگ های 2، 2.5 و 3 ساب یونیتشون 1/10 cc هست، چون 1 cc به 10 واحد تقسیم شده. سرنگ های 5 و 10 با 1 cc به 5 خط جدا شده، پس ساب یونیتشون 2/10 cc هستش. همونطور که ملاحظه میکنید از قسمتی که برامون در نظر گرفتن باز میکنیم، سرنگ روش سرسوزنی سواره. ببینید سفته، با کشیدنش و حرکتش پیستون داخل بدن سرنگ نرم و روون میشه که برای کشیدن و یا تزریق مورد استفاده قرار بگیره. به همین ترتیب وقتی میزان حجم سرنگ بالاتر میره، مثلا به 10 cc 20 cc و بالاتر میرسه، ساب یونیتاش هم بزرگ و بزرگتر میشه. 1 cc ساب یونیتش میتونه باشه تا 5 و 10 cc. از دیگر وسایل مورد نیاز برای تزریق سرسوزنه. سرسوزن هم مثل سرنگ از 3 قسمت تشکیل شده. از داخل پوششش جایی که تعیین شده بود خارج کردیم. از 3 قسمت تشکیل میشه. یک توپی که صرف نظر از هر سایزی که این نیدل داشته باشه با همه سرنگ ها با هر سایزی فیت میشن. همهشون سایزشون یکسانه. توپی، بدنه یا شفتش و نوک نیدل که به صورت اوری برش خورده، بولش در حقیقت هستش که هرچه این بول نوک شیبدار بلندتر باشه برای تزریق عضلانی و سابکوتانوس مورد استفاده قرار میگیره تا نرم و راحت در عمق عضله قرار بگیره و با درد کمتر. و نیدل هایی که شیب کوتاه‌تری دارن برای تزریق وریدی مورد استفاده قرار میگیرن تا اینکه با جدار عروق دچار انسداد نشن. نیدل ها بر اساس طول و گیجشون تقسیم بندی میشن. هرچی شماره نیدل بالاتر میره، یعنی گیج نیدل بالاتر میره، قطر داخلیش کمتر میشه. از سایز 16 18 داریم تا 30. مثلا نیدل سرسوزن شما آبی شماره 23 هست، مشکی دیگه این استاندارد جهانی هست، البته مشکی 22، سبز 21 و زرد 20 و به همین ترتیب سایزهای متفاوت با رنگ‌های متفاوت وجود دارن. عوامل مؤثر در انتخاب سرنگ و سرسوزن نوع دارو هست، عمق بافت، حجم داروی تزریقی، ویسکوزیته دارو و نهایتاً اندازه بیمار. نوع دارو چرا که منحصراً مثلا داروی انسولین رو با سرنگ انسولین تزریق میکنیم. ویسکوزیته دارو هرچی بالاتر میره، نیدل انتخابیمون باید شمارش پایین تر بیاد. حجم داروی تزریقی و جثه بیمار هم همه اینا موثرن. مثلا یه بیماری که بافت چربی زیر جلدی زیادی داره، وزن بالاتری داره، به تبع برای تزریق عضلانی باید نیدلی استفاده کنیم با طول بلندتر. از سایر وسایلی که استفاده می‌کنیم در سینی تزریق هست کاتیترهای داخل وریدی هستن. کاتیترهای داخل وریدی هم 2 دسته هستن. ارتباطمون با ورید میتونه هم با سرسوزن باشه و هم اسکال وین و هم کاتیتر داخل وریدی. کاتیترهای داخل وریدی با سایزهای متفاوت هست که بالاترین سایز به رنگ نارنجی ولی استاندارد جهانیش قهوه‌ایه، تو کشور ما نارنجیه، با سایز شماره 14. باز هم مثل سرسوزن‌ها هرچی شماره بالاتر میره قطر داخلیشون کمتر میشه. 16 با رنگ خاکستریه، سبز 18 است، صورتی 20، آبی 22، زرد 24 و بنفش 26. زرد و بنفش برای بخشای اطفال مورد استفاده قرار میگیرن. صورتی، آبی و سبز برای بخشای بزرگسالان.
مورد استفاده قرار میگیرن. خاکستری در موارد اورژانس برای رسوندن خون و فراورده های خونی و رسوندن حجم بالای مایع مورد استفاده قرار میگیره و این رنگ نارنجی یا قهوه‌ای مورد استفاده در تزریق وریدی نداره. برای کریکوتایروتومی مورد استفاده قرار میگیره، برای تپ مایعات ازش استفاده میکنیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، وسیله دیگه که برای ارتباط با رگ داریم باترفلای نیدل یا سوزن پروانه‌ای هست. سوزن پروانه‌ای یا اسکالپ وین، چون اول بار ازش استفاده شد برای اسکالپ بچه‌ها، برای گرفتن ورید از سر بچه‌ها ازشون استفاده میشد. اینها عددهای فرد رو به خودشون اختصاص میدن. سبز شماره 21، آبی 23 و نارنجی 25 و به همین ترتیب سایزاشون با افزایش گیجشون قطر داخلیشون کم و کمتر میشه. وسایل دیگه که مورد استفاده قرار میگیرن یک سراحی هست که زمانی که میخوایم 2 تا محلول وریدی رو به بیمار برسونیم از این استفاده میکنیم و یک هپارین لاک برای بستن انتهای آنژیوکت ازش استفاده میکنیم. روش آماده کردن دارو: دستامون رو میشوییم، به تاریخ انقضای آمپول یا ویال توجه میکنیم، به رنگ، شفافیت و هر گونه موارد غیر طبیعی باید توجه کرد. هرگز دارویی که تغییر رنگ داده، کدر شده و یا داروی ذرات معلقه تجویز نمی‌کنیم، مگر اینکه دستور کارخانه سازنده این گونه باشه، نظیر سسپانسیون ها. اگر هر گونه تردید داشتیم با پزشک داروساز مشورت کنیم. سرنگ رو همونطوری که قبلا خدمتتون عرض کردم داخل پوشش استریل 1-2 بار برای نرم و روان شدن حرکتش میدیم. پیستون رو به سمت عقب میکشیم. برای کشیدن دارو از آمپول ها یا گردنشون خط داره یا نداره. اگر آمپولی گردنش خط نداشت با استفاده از پنبه آغشته به الکل 70 درجه ایزوپروپانول تمیز میکنیم و تیغ اره هم به همین ترتیب. پنبه رو به انگشت اشاره بین آمپول و انگشتمون قرار میدیم و با کشیدن چند بار به گردن آمپول در این ناحیه خط ایجاد میکنیم. پنبه آغشته به الکل رو دور قسمت فوقانی آمپول گرفته و به سمت دور از خودمون میکشیم، یا اینکه میتونیم از یک قطعه گاز استفاده کنیم. اگر چنانچه داروی ما در قسمت فوقانی آمپول جمع شده باشه میتونیم با زدن چند تا ضربه به گردن آمپول دارو رو از قسمت باریک به قسمت پهن پوکه منتقل کنیم، یا با یک حرکت چرخشی دارو رو از قسمت فوقانی به قسمت تحتانی آمپول منتقل کنیم. اگر خط نداشت که با استفاده از تیغره خط کشیدیم دورش و به سمت خارج، در حالی که قسمت فوقانی آمپول به سمت خارج میکشیم، قسمت پهن رو به سمت قسمت پوکه رو به سمت خودمون حرکت میدیم. به این ترتیب آمپولمون آماده هست برای کشیدن. اگر آمپول دارای نقطه هستش، الان اینجا همونطور که ملاحظه میکنید قسمتی از دارو قسمت فوقانی جمع شده. با زدن چند تا ضربه دارو رو به قسمت انتهایی، قسمت پهن پوکه منتقل میکنیم، یا با یک حرکت چرخشی دارو رو از قسمت فوقانی به قسمت تحتانی منتقل میکنیم. وقتی که دارای یک نقطه هستش، اون نقطه برای ما یه راهنماست که دقیقاً از همون نقطه
اونو به سمت در مقابل خودمون نگه میداریم و به دور از خودمون میشکنیمش. دارو رو که از سرنگ رو از داخل پوشش خارج کردیم، حرکت دادیم برای نرم و روون شدن، سرپوش رو به آرامی به سمت بالا حرکت میدیم. در دو حالت دارو رو میتونیم داخل سرنگ بکشیم. یک، روی سطح صاف قرارش بدیم. برای کشیدن دارو میتونیم آمپول رو روی سطح صاف قرار بدیم و دارومون رو بکشیم، یا اینکه آمپول رو میتونیم بیاریم بالا، در مقابل دیدمون نگه داریم، سرنگ رو طوری نگه داریم که این شمارش ها در مقابل دید ما باشن. به علت کشش سطحی مایعات، علیرغم این که به این ترتیب قرار داده شده، دارو نمیریزه. بدنه سرنگ رو به کف دستمون تکیه دادیم، یه دستمون کاملا آزاده و میزان مورد نظر دوز دارو رو داخل سرنگ میکشیم. دارو رو از داخل آمپول کشیدیم، طوری میکشیم که حباب هوا داخل سرنگ نیاد که مجبور به هواگیری باشیم. در هر حال اگر چنانچه هوا اومد، یه مقدار به سمت پایین میکشیم پیستون رو و بعد به آرامی به سمت بالا حرکت میدیم، به طوری که یک قطره به بریدگی نوک نیدل برسه و هواگیری رو متوقف میکنیم. من اینو تا اونجا میارم به انتهای توپی و ابتدای نیدل که حتی از خروج قطره از دارو هم جلوگیری بشه، چرا که با خارج شدن دارو به بدنه نیدل میتونه به خاطر آلودگی بخش باعث آن شدن نیدلمون بشه. دارومون رو آماده کردیم، داخل پوشش قرار میدیم، میذاریم داخل رسیور که ببریم بالا سر بیمار. آماده کردن دارو از ویال محتوی مایع. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، ویال رو به تاریخ انقضاش توجه میکنیم، به نام دارو، به دستور کارخانه سازنده و طبق اون عمل میکنیم. هر گونه تغییر رنگ، کدورت و موارد غیر عادی رو دارو رو از این ویال نمیکشیم، مگه اینکه با پزشک داروساز مشورت میکنیم، مگه اینکه دستور کارخانه سازنده این گونه باشه. ویال در حقیقت یک محیط بسته از ترکیب چند دوز میتونه باشه و چون محیط بسته هستش، برای کشیدن مناسب‌تر دارو میبایستی داخلش هوا تزریق بشه. پس بر اساس دستور کارخانه سازنده به میزان دوز دارویی که من قراره ازش بکشم هوا داخلش تزریق میکنم. اردر دارویی رو کنترل کردم، قراره که 5 cc از این محلول من بکشم. 5 cc هوا رو داخل ویال تزریق میکنم. ویال رو بالا میاریم، یه دستمون آزاده. میبینید همونطور که ملاحظه میکنید این حرکت پیستون خودش خود به خود به سمت پایینه. اگر من این هوا رو تزریق نمی کردم کشیدن دارو راحت نبود، چون یک محیط بسته هستش و این خلا مانع از حرکت و کشیدن پیستون به نحو راحت و نرم خواهد شد. به میزان دوز دارویی که قراره بکشم میکشم. اگر چنانچه میزان دارو بیشتر باشه مجددا داخل ویال پوش میکنم. طوری کشیدم دارو رو که کوچکترین حباب هوا داخل سرنگ من نباشه. اگر بود یکم به سمت پایین پیستون رو حرکت میدیم، هوا رو مجتمع میکنیم، به سمت بالا هواگیری میکنیم و سرپوش نیدل رو به این ترتیب روش قرار میدیم. سرپوش نیدل رو از بالا روش رها میکنیم و بعد فیکسش میکنیم. دارومون کشیده شده، داخل پوشش قرار داده میشه و داخل رسیور که ببریم برای تزریق. از این به بعد برای موارد تزریق به 5 مورد بررسی توجه میکنیم. هدفمون، پرپوزمون از اون تزریق
سرنگ و سرسوزن مورد استفاده، محل‌های تزریق، زاویه نیدل با سطح پوست و حد اکثر حجم تزریق. هدفمون در تزریق اینترادرمال برای انجام تستای پوستی، تستای حساسیتی مثل غربالگری توبرکولین، بررسی حساسیت به آنتی توکسین کوزاز، پنیسیلین و غیره. محل‌های تزریق یک سطح قدامی، سطح داخلی و قدامی ساعد، بالای سینه و پشت، اطراف و زیر کتف. جای انتخابی همون سطح داخلی ساعده. باید ناحیه آری از پیگمنتاسیون، آسیب و ضایعه باشه و کمترین رویش مو رو داشته باشه. ناحیه تزریق در حقیقت باید از عروق و عضلات بزرگ فاصله داشته باشه. زاویه نیدل با سطح پوست یه زاویه 5 تا 15 درجه هستش. قبل از کشیدن دارو دستکش رو پوشیدیم، دارومون رو آماده کردیم، آوردیم بالا سر بیمار، براش توضیح میدیم میخوایم چی کار کنیم، بهش پوزیشن میدیم، ناحیه مورد نظر رو اکسپوز میکنیم. سطح داخلی ساعد مناسب ترین جاست و جای انتخابی برای ما برای تزریق اینترادرمال. از مرکز به اطراف تمیز میکنیم به وسعت 5 سانتی متر. پنبه الکل رو برای استفاده بعدی بین انگشت 3 و 4 دست غیر غالب نگه میداریم. پوست ناحیه رو میکشیم تا سطح صافی زیر دستمون فراهم بشه و ورود نیدل راحت‌تر باشه و درد کمتری رو ایجاد بکنه. زاویه نیدل با سطح پوست یه زاویه 5 تا 15 درجه هستش تا حد اکثر ایمنی فراهم بشه برای اینکه نیدلمون به بافت زیر جلدی کشیده تزریق نشه، چرا که اگر دارو وارد بافت زیر جلدی بشه ممکنه باعث ایجاد واکنش آنافیلاکتیک بشه، به خصوص در افراد حساس. پس برای این منظور، برای اتخاذ این زاویه 5 تا 15 درجه سرنگمون رو روی این دو انگشت اشاره و انگشت میانی قرار میدیم. طوری با پوست تماس حاصل میدیم که زاویه 5 تا 15 درجه رو برامون داشته باشیم. میزانی که وارد میشه 1/8 اینچ یا 3 میلیمتره. 1/8 اینچ یا 3 میلیمتر. برای ورود نیدل به داخل درم، نیدل رو میقلتونیم وارد میشیم. حتی میتونیم از بالا وجود نیدل رو داخل درم حس کنیم. با دست غیر غالب نیدل رو در محل ثابت نگه میداریم و دارو رو با آهستگی تزریق میکنیم. تزریق دارو باعث ایجاد یک برجستگی میشه، مثل یک تاول، و این تاول اگر ایجاد نشه یا اینکه خون بیاد نشون میده که نتیجه تستمون ممکنه اشکال داشته باشه، چرا که ممکنه دارو از مجرای ریزی که ما ایجاد کردیم به خارج کشیده بشه در حین خروج نیدل، یا اینکه دارومون به بافت زیر جلدی تزریق شده باشه. پس وجود این برجستگی به اندازه یک تاول برای ما نشون دهنده صحیح بودن تسته. بعد از اتمام تزریق و خارج کردن نیدل، اگر چنانچه سیفتی باکس و یا نیدل لایزر در دسترسمون نباشه، هرگز نباید ریکپ بکنیم. یک روش اینه که نیدل رو به سمت کپ ببریم و روی سطح صافی مثل میز، به تیبل یا روی تخت سرپوش رو روی نیدل فیت بکنیم و این رو ببریم داخل رسیور، ببریم در اتاق تریتمنت و به وسیله سیفتی باکس و یا نیدل لایزر سرسوزن رو معدوم بکنیم.